سلام دوستان، به چنل دکتر هانی خوش اومدین. سرطان روده بزرگ بیماری کشنده‌ایه که در ابتدا علامتی نداره، اما با گذشت زمان علائم هشدار دهنده اون آشکار میشه. خونریزی از مقعد و مدفوع خونی که باعث سیاه شدن مدفوع میشه. درد در هنگام اجابت مزاج، کاهش وزن به دلایل ناشناخته، درد و پیچش دائمی در ناحیه پایین شکم میتونه از علائم این بیماری به حساب بیاد. متاسفانه طی 3 دهه گذشته بروز مرگ و میر ناشی از سرطان روده بزرگ در جهان 10% افزایش پیدا کرده و سالانه حداقل 5000 مرگ ناشی از این سرطان فقط در ایران رخ میده. پس این آمارای تکون دهنده خودش دلیلیه برای تغییر در سبک زندگی. سرطان روده بزرگ زمانی که محدود به روده بزرگ باشه و اصطلاحاً به سایر قسمت‌های بدن متاستاز نداده باشه، راحت‌تر درمان میشه و عمل جراحی در حال حاضر گزینه اصلی درمان اون به حساب میاد. اما پیشنهاد من در این ویدیو اینه که قبل از رفتن به سراغ روش‌های تهاجمی مثل جراحی و یا حتی شیمی درمانی به مدت 40 روز از این نسخه استفاده کنید و نتیجه حیرت انگیز اون رو ببینید. البته در نظر داشته باشین که تصمیمات درمانی در خصوص سرطان روده بزرگ که گرفته میشه بسته به مرحله یا گرید اون داره و اگه شرایط بیمار مبتلا به این بیماری در شرایط سختی باشه، این درمان ها رو در کنار روش هایی که پزشکتون بهتون میگه انجام بدید. اما بریم سراغ نسخه خونگی ساده‌ای که برای درمان این غول بیشاخودو میخوام بهتون معرفی کنم. معجون دوسین، داروی معجزه‌گر برای درمان انواع سرطان‌ها، به خصوص درمان سرطان روده بزرگ. معجون دوسین یکی از فرآورده‌های دارویی بسیار شناخته شده در طب سنتیه. از ترکیب عسل و سیاه‌دانه تهیه میشه. از نظر طب سنتی، معجون دوسین مزاج گرم و خشک داره و تاثیر مثبتی بر بیماری‌های سرد و بلغمی میذاره که از مهمترین اونها میشه به سرطان روده بزرگ اشاره کرد. این معجون علاوه بر این که ضد سرطان، ضد نفخ، افزایش دهنده سیستم ایمنی، درمان کننده سرماخوردگی و آنفولانزا، کاهش دهنده قند خون و اثر درمانی بسیار قوی در درمان اسهال و بهبود دستگاه هاضمه داره. اما این ترکیب رو چطوری باید درست کنیم؟ 1 واحد سیاه‌دانه رو نیمکوب می‌کنیم و بلافاصله با 3 واحد عسل ترکیب می‌کنیم. بهتر این ترکیب به صورت تازه استفاده بشه، اما تا 6 ماه هم قابل نگهداریه. در واقع عسل موجود در این ترکیب از اکسید شدن مواد مؤثره دارویی سیاه‌دانه جلوگیری میکنه و تاثیر دارویی اونو افزایش میده. نحوه استفاده از اون هم در بزرگسالان روزی 2 تا 3 قاشق مرباخوری در روز و در کودکان بالای 6 سال نصف قاشق چایخوری در روز هست. اینم در نظر داشته باشین که بهتر این ترکیب دارویی رو حتما با مشورت پزشک طب سنتی مصرف کنید. همونطور که متوجه شدین، معجون دوسین از ترکیب سیاه‌دانه و عسل درست میشه و با عسل سیاه‌دانه که از شهد گل‌های سیاه‌دانه توسط زنبورهای عسل تولید میشه متفاوته. جالبه بدونید عسل سیاه‌دانه یکی از عسل‌های خاص و کمیاب ایرانیه که زنبورداران با استقرار کلونی زنبورهای عسل در مزارع سیاه‌دانه برداشت میکنن. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. از اینکه تا انتهای ویدیو با ما همراه بودین از شما سپاسگزارم. منتظر شما در ویدیوهای بعدی خودم هستم.